بچه ها چطور من فارسا خوش آمدید به ویدیوی جدید. بچه اومدیم چالش بریم با آقا محمد حسین گل. بچه چالش اینطوریه که 4 راند به حریف میدیم توی لون وولف و 5 راند میگیریم. بچه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و به تلگرام بپیوندید که به 70 عضو برسیم کاستوم میزنیم و جم بهتون هدیه میدیم. بریم معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه اومدیم داخل بازی. آقا گام به عشق بچه ها مکس 7 M500. آقا انقدر چیه مزه میگم خیلی یکم طبیعی تر بازی میکنم نگم خیلی نمیگم نه بازیش خوبه باید مکس 7 کتاب داری دیگه بده اینجوری بزن اینجوری میزنه حمله بزن دیگه حمله یخ دانس میزنی خرگوش یکیشونو کیل کنین یکیشونو نزن اینطوری بزنی بهتره. این نزن این یکی نزن دراغون نزد بخور تو هم بخور بزن تو یه تیر به تنش بزن بایی طرف ماشاءالله. بابا ما بازیم خوبه اینو فکر میکنم ما نوبیم درسته گردا شاید مشاوری هم بیر خوب ما بازیمون نوب نیست اینو فکر میکنم ما نوبیم نه یعنی ما بازیمون نوب اینه چی هیچی برش کن همون گوزه من یه خط دک دخل نوز درسته اینجا اینکه دمتش چنده وقت دنس خنده میزنه این را تمام چه بدیم بخور دیگه ازش اومد که بسخور کرد زونم میتونی پشت زونم نه بدرش رو بهتر کنی برزون تا دمش اینو بک میده خب بازی کن دنس ماشاءالله بازی کن ماشاءالله الان یه دنسی بهت نشون میدم 10 تا دنس ازت بزن بیرون دبل جام این به 3 اینقدر دبلش کنی که آقا یکی از سرعت یعنی دبل رو برسن فشار بخور کوی که فشار بخوری من
فرمودین اسخر دبرش خوبه شما میگین نه. دوتا رو زد من داشتم میمردم. رو هوا میذاره اونو. الای چی یعنی بازی کنیم ما چه صحبتی که صحبت دانش میزدی؟ بچه دیگه اجازه بدین دانش میزنم. سربنجاتو خورد اولی ماشاءالله. ای خدایا بخون منظر چی میگی؟ هر گانه میگه گان فشاری نگیرم زن ندارم چی؟ من یه گان فشار بدم آقا تا این دلول بیساب دوره تو فشار بدم حمله هیت خوردم بود چون نمیخوره یکی که نویسه اگه اون یکی نویسه کتر خدایا بچه این صدا میاد صدا تلویزیون شما دارم شما سود هیچی خط چه میدونی یه هفته خط سگ از اون کنار میگه میزد کلتو ماشالله دیگه دست ندم بی شرف دیگه بار خونه هنوزم فایر قدیمی دست چاب نگاه میکنه اوی ببین درد نکنه دست من نمیدم آقا دوست دارم من زفیه مثلا خوبه دوستم اینو میگیری بچه مکس بازی کن گانگانه آقا به من چه گانگانه میفهمی گانگانه نفهم حبله من به شیافت میکنم الله ریدم ماشاءالله بچه نگردید خوش آمدید فعلا تو ویدیو بس خدا نگهدار.